برنامه یک مخمس بسیار زیبایی را که از آقای امین الله جان ابراهیمی است بر غزل حافظ شیرازی ما یک دکلمه گروهی می داشته باشیم و تقدیم شما شنونده های عزیز میکنیم. البته بیننده های عزیزی که از طریق صفحه فیسبوک اکادمی رسا ما بیننده هستند و همچنان چینل یوتیوب پژواکان بدخشان و تمام بیننده های عزیزی که ما را بیننده هستند تقدیم میکنیم انشاءالله که خوشتان بیاید. خب بند اولم آغاز میکنم به ترتیب همونجا دوستان بند به بند خواندن میکنم. صحبتی عشق همان قصه دیرین من است، جمله این خلق پی ذلت و نفرین من است، که همین ریش همین سابق آیین من است، روزگاری است که سودای بتان دین من است، همین کار نشان دل تمکین است. قیمت حسن تو پرداخت چه سنگین باید، قیمت حسن تو پرداخت چه سنگین باید، با حضورت شود این خانه چه رنگین باید، تا شود وصلت تو با منی مسکین باید، دیدنی روی تو را دیده جانبین باید، و این کجا مرتبه چشم جهانبین من است. گر به دست آورم این منزلت و حرمت دهر، گر به دست آورم این منزلت و حرمت دهر، می کشم تا بتوانم همه این منت دهر، تا شوم باعث آسایش و هم حشمت دهر، یار من باش که زیبی فلک و زینت دهر، از می روی تو اشک چو پروین من است. چشمت انگار دلم سیر از این گلشن کرد، عقل تو تا که مرا جامه فهم بر تن کرد، همه کوتاهی عقلی مرا متن کرد، تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن کرد، خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من است، خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من است. سینه هم دور ز هر خواهش نفسانی دار، آسمان خردم را هم بارانی دار، دائما در طلب نکته عرفانی دار، دولت فقر خدایا به من ارزانی دار، که این کرامت سبب حشمت و تمکین من است. باده از جام ریا زاهدی مستانه منوش، باده از جام ریا زاهدی مستانه منوش، و خرابی تو در این دهر پر از فتنه مکوش، همچو زاهد تو برو جامه از زهد بپوش، واعظی شهرشناس این عظمت گو مفروش، واعظی شهرشناس این عظمت گو مفروش، زان که منزلگه سلطان دل مسکین من است. سینه حضرت معشوقه پناهگه کیست؟ سینه حضرت معشوقه پناهگه کیست؟ دل آن راه چه کس گشته و گذرگه کیست؟ چشم آن در طلب کیست و بی خانه کیست؟ چشم آن در طلب کیست و پی خانه کیست؟ یا رب این کعبه مقصود تماشاگه کیست؟ که مغیلان طریقش گل و نسرین من است. ای دل این نفرت سابقه تو از سینه بران، تهی از ناله و افسانه دیرینه بمان، زبرت حضرت معشوقه دگر باره نرا، حافظ از حشمت پرویز دگر قصه مخوان، که لبش جرعه‌کش خسرو و شیرین من است، که لبش جرعه‌کش خسرو و شیرین من است.